الکرسی فقط یک آیه معمولی نیست. این آیه در سوره بقره قرار دارد، اما در دل خودش مفاهیمی را حمل می کند که انگار خلاصه ای از عظمت خداوند است. وقتی آیه را می خوانی، احساس می کنی با کلماتی روبرو هستی که فراتر از توصیف عادی‌اند. الله لا اله الا هو الحی القیوم. خدایی که زنده و برپادارنده همه چیز است. خدایی که نه خواب میگیردش و نه چرت. خدایی که مالک آسمان ها و زمین است. فقط همین چند جمله کافی است تا انسان احساس کند در برابر قدرتی بی‌نهایت ایستاده است. اما اولین فضیلت شگفت‌انگیز آیت الکرسی چیزی است که خیلی ها فقط شنیدند بدون اینکه عمقش را بفهمند. محافظت در برابر ترس‌ها و احساس ناامنی. در روایت اسلامی آمده که خواندن آیت الکرسی پیش از خواب سبب حفاظت الهی تا صبح می شود. حالا کمی فکر کن. در دنیایی که آدم‌ها برای امنیت خانه‌شان دوربین، قفل و سیستم هشدار نصب می کنند، اسلام قرنها پیش از محافظتی حرف می زند که دیده نمی شود، اما روح انسان را آرام می کند. در تاریخ اسلام نقل شده که بسیاری از صحابه و علما آیت الکرسی را بخشی ثابت از زندگی روزانه خود قرار داده بودند. امام نووی رحمه الله در کتابهایش به اهمیت اذکار شبانه اشاره می کند و علما نسل به نسل این آیه را به عنوان یکی از مهمترین اذکار محافظتی به مسلمانان آموزش دادند. حتی امروز هم اگر به زندگی بسیاری از مسلمانان در نقاط مختلف دنیا نگاه کنی، می‌بینی مادران قبل از خواب برای فرزندانشان آیت الکرسی می‌خوانند. نه از روی عادت، بلکه چون باور دارند یاد خدا آرامشی می‌آورد که هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جای آن را بگیرد. اما این فقط آغاز ماجراست. دومین فضیلت عجیب آیت الکرسی ارتباطش با آرامش روان و قلب انسان است. امروز مردم برای آرامش به هزار چیز پناه میبرند. موسیقی، مدیتیشن، قرص‌های آرامبخش، سفر. اما چرا بعضی آدم‌ها با وجود همه امکانات باز هم درونشان طوفانی است؟ شاید چون آرامش واقعی فقط زمانی میآید که قلب احساس امنیت کند. آیت الکرسی دقیقاً همین حس را ایجاد می‌کند. وقتی می‌خوانی وسع کرسیه السماوات والارض، انگار ناگهان تمام نگرانی‌های کوچک زندگی در برابر عظمت خدا محو می‌شوند. مشکلاتی که دیروز کوه به نظر می‌رسیدند، حالا کوچکتر از آنند که روحت را بشکنند. خیلی ها تجربه کردند که وقتی در اوج ترس یا اضطراب آیت الکرسی را می‌خوانند، احساس عجیبی از آرامش به سراغشان می‌آید. شاید نتوان آن را با معیارهای مادی توضیح داد، اما مگر همه چیز دنیا فقط آن چیزی است که چشم می‌بیند؟ مگر عشق، امید و ترس را می‌توان وزن کرد؟ پس چرا آرامش معنوی نتواند واقعی باشد؟ سومین فضیلت، فضیلتی است که بسیاری از علما درباره‌اش سخن گفتند. آیت الکرسی به عنوان یکی از عظیم‌ترین ذکرها برای حفاظت خانه و خانواده. بعضی خانه‌ها را دیده‌ای که وقتی واردشان می‌شوی حس آرامش عجیبی دارند و بعضی خانه‌ها انگار پر از تنشند، حتی اگر ظاهرشان لوکس باشد. در فرهنگ اسلامی خواندن قرآن در خانه فقط عبادت نیست، نوعی نور وارد فضا می کند و در میان آیات الکرسی جایگاهی ویژه دارد. نقل شده که خواندن آن در خانه باعث ایجاد فضای معنوی و آرامش در خانواده می شود. شاید برای همین است که بسیاری از خانواده‌های مسلمان این آیه را بخشی از زندگی روزمره خود کردند. حالا بگذار درباره فضیلت چهارم حرف بزنیم. فضیلتی که شاید از همه تکان دهنده تر باشد. در حدیثی آمده که هر کس بعد از هر نماز واجب آیت الکرسی را بخواند، چیزی میان او و بهشت فاصله نمی اندازد مگر مرگ. فقط تصور کن. چقدر عجیب است که آیه‌ای کوتاه چنین وعده عظیمی داشته باشد. این یعنی در میان تمام اذکار
این آیه جایگاهی دارد که انسان را دائم به یاد خدا متصل نگه می دارد. شاید دلیلش این باشد که محتوای آیه قلب توحید است. یادآوری این که همه چیز در دست خداست.